دارایی عجیب و چند صد هزار میلیاردی مستر بیست. امروز اومدیم با یه ویدیو در مورد چیزهای عجیب غریبی که مستر بیست خریده. برای مثال خرید یک منطقه کامل برای کارمنداش. داستان از اونجا شروع میشه که مستر بیست تصمیم میگیره که کارمنداش رو نزدیک خودش نگه داره. برای همین چند محله رو به طور کامل میخره و اونو به کارمنداش میده تا همیشه در دسترس باشن. و جالبترش اینه که خونه ها رو به صورت رایگان بهشون داده، البته تا زمانی که براش کار میکنه. و این کار مستر بیست یک عمل خیرخواهانه نیست، چون اون حالا میتونه قیمت یک منطقه رو کنترل کنه و این کار براش چیزی حدود 50 میلیون دلار آب خورده. اما اینم در برابر کارهای دیگه‌اش چیزی نیست. چرا؟ برای مثال اون یکی از گرونترین استودیوهای آمریکا رو خریداری کرده که اندازش معادل یک باند فرودگاهه و براش 70 میلیون دلار تموم شده و همچنین ویدیو 100 روز داخل حلقه رو اونجا ضبط کرده. طبق گفته های مستر بیست اون اگه زمانی نخواد دیگه تو اون استودیو کار کنه میتونه اون رو به شرکت هایی مثل دیزنی بفروشه. مورد بعدی اینه که اون علاقه خاصی به خرید لامبورگینی داره، اما نه برای روندن بلکه برای اهدا کردن به طرفداراش یا حتی پرس کردنش. میتونم مثالی دربارش بزنم. داستان از این قراره که مستر بیست میاد و یکی از لامبورگینی هاشو میده به شخصی که میخواسته اسنپ بگیره. دیگه نمیدونم چی بگم. الان به این فکر میکنید که مستر بیست عاشق لامبورگینیه، ولی سخت در اشتباهید. اون عاشق برند تسلاست و یه تسلای 100,000 دلاری داره و براش هم یک راننده شخصی در نظر گرفته. اینا که چیزی نیستن. باید بدونید که مستر بیست رفته و 5 میلیون دلار تانک خریده و تا 1 سال هم ازشون استفاده نکرده و دلیلش هم مشخص نیست. ولی حالا تو هر 10 تا ویدیو یکی 2 تاش تانک داره. فکر کنم میدونید که تو آمریکا استفاده از سلاح مجازه، ولی تانک چی؟ بله، اونم مجازه و شما میتونید هر چقدر که تانک میخواید بخرید. انگار اسباب بازیه. جیمی یا مستر بیست علاقه زیادی به خرید کردن داره. برای مثال اون برای یک از ویدیوهاش یک فروشگاه کامل رو خریداری کرده. موضوع اون ویدیو اینه که یک فرد باید به مدت 47 روز تو فروشگاه میموند و در ازای هر روزی که میموند 10,000 دلار میگرفت. این فرد بعد 47 روز موندن تونست چیزی حدود 500,000 دلار به دست بیاره و جالبش اینجاست که تمام مواد موجود تو فروشگاه رو به خیریه اهدا کرد. اگه تا اینجا ویدیو با من بودید خوشحال میشم که چنل رو ساب و ویدیو رو لایک کنید. مستر بیست چند تا رکورد هم جابجا کرده. اون یه مپ ماینکرافت رو با 200,000 دلار پول بیزبون بازسازی کرده، جوری که همه چیز شبیه ماینکرافت بود. ولی بعد 6 ماه میره و اونا رو به طور کامل میترکونه. مستر بیست با تبلیغ برندش تونسته بود به تعداد 10,000 برگر بفروشه و این عدد بیشتر از عدد جهانیه و این کار تو روز اول اتفاق افتاد، اونم وقتی که تنها 3 ساعت باز بودن. حالا بریم سراغ درآمدش. مستر بیست از چنل یوتیوبش 10 میلیون دلار در میاره و اون رو فقط صرف چنلش میکنه. اون از طریق بقیه کسب و کاراش مثل برگر و شکلات مستر بیست سالانه 1 میلیارد دلار درآمد خالص داره که اگر ناخالصی رو در نظر بگیریم میشه گفت سالیانه 250 میلیون دلار واسه خودش میمونه و البته این مبلغ تقریبی است و ممکنه که با رقم اصلی فاصله داشته باشه. خب بچه ها، این بود از ویدیو امروزمون. امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه.